روز 24 مارت سال 2023 یک باره از سه ولایت روسیه سمالنسک، ولگادا و نوفگورود درباره اخراج چند گروه مهاجران خبرها به دست رسید. طوری به نظر می رسد اخراج مهاجران در روسیه دیگر باره به یک امر مقرری تبدیل یافته ایستاده است. نشریه رابочий путь خبر داد که از ولایت سمالنسک 4 مهاجر تاجیک را اخراج کردند. آنها 8 مارت مرز روسیه با بلاروس را عبور کرده الکی روز 9 مارت عقب برگشتند با این امید که با عبور مرز می توانند بود و باش خود را در روسیه دوباره از صفر آغاز کنند. هیچ کدام آنها حجت‌های چون کارت مهاجرت که حق بود و باششان در قلمرو روسیه را تصدیق کند نداشتند. به این دلیل نسبت به آنها پروتکل ترتیب داده شده و دادگاه نویه سفانوف هر کدامش را 2000 روبلی جریمه بسته حکم بیرون کردنشان از روسیه را برآورد. حکم دادگاه قوه قانونی گرفته است و پرستاده در پی اجرای آن می باشند. خبر می‌دهد رابочий путь. خبرگزاری سیور اینفورم خبر داد که از اول سال از ولایت ولگادا الکی 30 مهاجر غیر قانونی را بیرون کردند و اخیراً باز 2 نفر اخراج شدند. این دو شهروند تاجیکستان و آذربایجان در روسیه به حق بود و باش و کار قرار داشتند. آنها در ولگادا و چریپاویت به سر می‌بردند. دادگاه آنها را به جریمه و اخراج محکوم کرد. پرستاده و این 2 نفر را تا فرودگاه مسکو برده به دست مرزبانان سپردند تا به کشورهای زادگاهشان روان کنند. در شناسنامه آنها مهر زده شده است که هر دو برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم گردیدند. خبر می‌دهد سیور اینفورم با تکیه به اداره پرستاده‌های ولایت ولگادا سامانه گازета نوفگورود از اخراج 10 نفر 6 شهروند ازبکستان و 4 شهروند تاجیکستان از این ولایت خبر داد. بنابراین منبع یکی از اخراج شدگان شهروند تاجیکستان از ماه ینور سال 2022 در ولایت نوفگورود غیر قانونی به سر می‌برد. او را ماه نوامبر سال 2022 دستگیر کردند. این مهاجر تاجیک گفته است شناسنامه‌اش را گم کرد و به همین دلیل نتوانسته است مهلت بود و باشش را قانونا دراز کند. پرستاده برای تهیه شناسنامه برای این شهروند رسما مراجعت کردند و بعد آماده شدن همه حجت‌های شهروند تاجیکستان را با پرواز سنت پترزبورگ دوشنبه به وطنش فرستادند. خبر داده است خدمات مطبوعات اداره پرستاده‌های ولایت نوفگورود و افزوده است که سال 2020 از این ولایت 56 مهاجر را اخراج کردند. برای کشورهای چون تاجیکستان که منبع اساسی تامین روزگار اکثر خانواده‌هایش پول از روسیه فرستاده عزیزان مهاجران آنهاست، از حق سفر به روسیه محروم شدن هر مهاجر به معنای از یک منبع اساسی درآمدش محروم شدن دست کم یک خانواده است. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان اساساً با شرافت مهاجران 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند.